طرز تهیه نان خانگی: 2.5 کیلو آرد، 1/2 کیلو شیر، 3 قاشق غذاخوری روغن مایع، 2 قاشق نمک و شیر و آب ولرم باشه، با هم میشن 1600 میلی لیتر که ما خودیم داخل از این مگر چیز خم پیدا کنم براتون نشان بدیم. داخل از اینا تا 1600 میلی آب و شیر باشه. اول ما خمیر با شیر و آب حل مونیم، بعد از اون میگیریم یک خمیر مناسب درست مونیم. بعد ما خودیم کسا شخصا در وزنای 80 گرمی 180 گرمی زولای از ما هستن. بعد روی از این رقم ماشینایی که اینا بلشی فکرن سرخ مونن بعضی چی داره میگیریم آماده مونم. ولی بعضی وقت هم کسته داخل باک اوفن یا میفر کسته قسمت بالای بالا نان در این صورت پخته مونم. نانش خوب میه، فرقی باز نانای دیگه نمونه که اینجا میبینید. ولی اگه درجهش خیلی زیاد باشه یعنی ترموز سوزن. روی درجهش هم مکسر روی 200 میمونه.